در ادامه نمایش‌های امروزی تلویزیونی بهارستان آزمون تلویزیونی به پیش منظور شماست و این نمایش برای واقعا برای آنهایی است که دوستدار و هوادار نمایش‌های آزمونی هستند. شماره 90 نمایش رو منظور شما می‌گردانیم. دوستان عزیز سلام. نفرانی که ما رو پیوسته تماشا میکنند خوب میدانند که در هر نمایش ما با واسطه 4 نفر اشتراکچی خوشمندان با بینندگان سوال پیشنهاد میکنیم و نفرانی که فعالیت خوبتر دارند در نمایش ما و نفرانی که پیش از همه به ذهن آخر نمایش ما میرسند، چون همیشه امکان پیدا میکنه که در یکی از کورس‌های تعلیمی مرکز آموزشی قلم تعلیم گیرند و یا زبان آموزند. امروز نیز ما باز 4 نفر نورس را که خوشمندند که در نمایش ما شرکت ورزند از روی نوبت دعوت نمودیم و امروز در اول با اشتراکشان شناس میشویم، در کجا میخونند، به چی کار مشغول میشوند، چه مشغولیتی دوست داشته دارند و مانند اینها و سپس میگذاریم به سوال و جواب. مرحمت. من برای تا شاهدی خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 ناحیه بخش جماعت شهرک کیرف. چی مشغولیت دارید؟ با چی کار مشغول میشوید؟ من در وقت خالگی با کتابخانه مشغول میشم. کتاب بدیهی یا کتاب‌های تعلیمی؟ کتاب‌های بدیهی. کدام کتاب رو خوندید تازه؟ کتاب شاهزاده و گدا را مطالعه کردم. مارک توین مطالعه کردم و من امسال از المپیاد ناحیوی از فن شیمی اشتراک کرده سزاوار جای نمایان سزاوار گشتم. در ناحیوی یا در ولایتی؟ در ناحیوی. در ناحیوی. از کدام فن؟ فن شیمی؟ بله. پس شما فن شیمی رو خوب باید دانید، خیر؟ بله. خوب. مرحمت شما. من رحیمبکова شهلا خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 98 ناحیه سینای شهر دوشنبه هستم. خب شما با چی شغل می‌ورزید؟ من نیز با کتابخانه خلاص شما کتابخانه رو دوست می‌دارید؟ کتاب‌های بدیهی؟ راه به سوی بستان اسعد شیرازی را خواندم، بهارستان عبدالرحمن جامی را مطالعه کردم. تازه چند کتاب خوندید؟ تخمین گفتم میتوانه؟ تخمین بسیار است شمارش؟ نه اونقدر بسیار. یعنی باز دوام میدهید؟ بله. من حکیمов سفرجان خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 15 شهر ترسونزاده به نام بوری قابیلوف میباشم. شما چی درباره خود گفته میتوانید باز؟ من بیشتر در وقت‌های خالگی با درس‌های علاوگی میروم. از کدام فن؟ از فن‌های زبان، شیمیا. پس شما لکه کسب انتخاب کردید برای خودم؟ بله. کدام کسب رو؟ میخواهم که در آینده کارمند گمرک شوم. خیلی خوب. مرحمت. من عظیم ظفر خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 ناحیه بخش میباشم. من بسیار میخواستم که در این آزمون شرکت ورزم و به مقصد خود رسیدم و بسیارتر در وقت‌های خالگی با کتابخوانی مشغول میشوم و کتاب‌های خواندگی من کتابی نخستین استاد، سیاحت با حجچه و دیگر و شغل دوست داشته من این فوتبال میباشد. تشکر ظفر. و واقعا هم مؤسسه رقم 6 ناحیه وخشه با ما همکاری خیلی خوب هم دارید. اگر خطا نکنم در نمایش بهتر از دوست نیست خوانندگان شما شروع کرده بودن. شاهدین و ظفر از ناحیه وخش، سفربک از شهر ترسونزاده و شهلا از شهر دوشنبه امروز با ما هستند. قاعده نمایش رو خوب میدونید. یک بار دیگه تکرار میکنم، سوالهای ما دشوار نیستند و در هر یک دور سوالها اندک وابسته به اون که دوری میگذارید دشوارش نمیگیرن. مثلا در دوره اول 10 ثانیه برای فکر کردن ما وقت میدیم، در دور دوم 20 30 40 میخواد میرود و در دور اول سوالهای ما وریانت دارن، یعنی هر یک رنگی در نظر شما بوده یک وریانتی جواب است. من 4 رقم نمبر میکنم: 32 48 64 72. به خاطر گرد 32 کبود، 48 سبز، 64 زرد و 72 سرخ. سوال: 10 ثانیه فکر کنید و به خانچه در کل رفته ایستید. تخته شاهمود از چند خانچه عبارت است؟ 10 ثانیه وقت.
برای فکر کردن. 32 48 64 72 32 48 64 72 وقت به انجام رسید. مرحمت. تخته شахمات چند خانه دارد؟ 32 48 رنگی سبز، 64 رنگی زرد و 72 رنگی سرخ. کی بازی میکند در شахمات از بین شما؟ هست یگان نفری که شахمات بازی کند؟ هست یگان نفر؟ 4 کس در 4 رنگ ایستاده. مرحبا، جواب درست. تخته شахمات 64 خانچه دارد. 32 خانچه سفید و 32 خانچه سیاه. مرحبا. اگر نفری از شما به جای خود میگذاره و علاقه شاهدین امکان دارد که بعد از یک سوال به دور دوم گذارد، ولی ما حالا با سوال داریم. ما 4 ناحیه تاجیکستان رو نمبر میکنم. شهر توز شناس است، ناحیه شناس. مومن آباد، ایسترافشان، حصار. شهر توز، مومن آباد، ایسترافشان و حصار. خانچه کبود شهر توز، سبز مومن آباد، زرد ایسترافشان و سرخ حصار. سوال: 40 دختران در کجا واقع گردیده است؟ 10 ثانیه وقت. شهر توز، مومن آباد، ایسترافشان، حصار. 40 دختران در کجا واقع گردیده است؟ خب وقت گذشت. ظفر در کجا بوده است؟ شما در خانه سبز ایستادید. در مومن آباد. در مومن آباد. در نو. شاهدی میگوید که در شهر توز. شهر توز. خوب. مرا جواب درست. یعنی در ناحیه مومن آباد 40 دختران واقع گردیده است و یکی از مفزهای سیاحی جمهوری تاجیکستان است. همه برابر شدید. مرحمت، به جای خود گذارید. همه با یک تاگی سوال جواب درست گرداندید. اگر عین زمان به سوال دیگری ما جواب درست گرداندید، پس من شما رو دعوت میکنم به دور دوم. من 4 ادیب را نمبر میکنم. میرزا ترسونزاده، ابوالقاسم لاهوتی، باقی رحیمزاده، امینجان شکوهی. رنگ کبود ترسونزاده، سبز لاهوتی، زرد باقی رحیمزاده و سرخ امینجان شکوهی. سوال: مؤلف داستان جان شیرین کی است؟ 10 ثانیه وقت. مؤلف داستان جان شیرین کبود ترسونزاده، سبز لاهوتی، زرد رحیمزاده و سرخ امینجان شکوهی. وقت به انجام رسید. مرا جای خود را گیرید. مؤلف داستان جان شیرین. سوال خیلی عادی است. این سوال حتی برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی است. مرا جواب درست. میرزا ترسونزاده. کی این داستان رو میدوند؟ یگان پر از یاد. مرا جان شیرین را میرزا ترسونزاده نوشته است. یعنی که داستانش را نه این چون نباشد: جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز بر نزدت به پرواز آمدم. این داستان میرزا ترسونزاده رو با یک چند زبان‌های خلقیت‌های دیگر نیز ترجمه کردن. من هر چون شما رو به دور دوم دعوت میکنم. مرحمت گذارید. و در این دور الکی به شما سوال ها اندکی بسیار نه اندکی دشوار. ما 20 ثانیه وقت میدیم برای شما. 20 ثانیه فکر میکنید و بعد میتوانید که واریانت درست جواب رو گردانید. سوال: درباره کائنات، کیهان، ستاره ها، سیاره ها معلومات دارید؟ با شما سوال چنین است: 20 ثانیه فکر کنید و جواب گردانید. جرم کیهانی از همه نزدیک به زمین کدام است؟ 20 ثانیه وقت. شما میتوانید که از وقت استفاده برید، میتوانید که استفاده نبرید. جرم کیهانی از همه نزدیک به زمین کدام است؟ سوال دشوارم نیست، فقط کمتر شاید فکر میکنید. وقت به انجام رسید. شاهدین. جرم کیهانی از همه نزدیک به زمین چی است؟ کدام است؟ آفتاب. آفتاب. برایت شما جرم کیهانی از همه نزدیک به زمین. شاهدین. جواب شما؟ مرحمت.
چون همه شما در یک زینه قرار دارید، اگر نفری از شما داند مرمت جرم کیهانی از همه نزدیک به زمین سفر بک. شاید ردیف‌های سنی زمین یعنی سپوتنیک باشد. نه سنئی نه، جرم کیهانی سنئی نه. متئوریت‌ها نه یک وریانت جرم از همه نزدیک که ما آن را هر روز و هر شب قریب مشاهده میکنیم این ماه است. سوال به شهلا و اگر که شهلا مثلا شاید که ندانست به همه چون همه در یک زینه هستید درباره جغرافی زمین معلومات دارید؟ مثلا بحرها، دریاها، اقیانوسها، کوهها، کولها. 20 ثانیه وقت و فکر کنید و گویید اقیانوس خردترین عالم کدام اقیانوس است؟ وقت رفت. اگر دانید جواب دهید، اگر نباشد فکر کنید. سوال خیلی آسان است، سوال دشوار نیست. خردترین اقیانوس عالم شهلا هند باشد. حاضرش کمتر وقت دارید شما، کنید درست فکر کنید و من مرمت جواب شما شهلا. اقیانوسی خردترین سیاره زمین چی نام دارد؟ هند باشد. کدام؟ هند. هند. وارنت شما هند. خب چون ما گفتیم که در این دور برابر هستیم، من از دیگران میپرسم کی سفر بک؟ اقیانوس خردترین عالم این اقیانوس هند میباشد. هند میباشد. خب همگی چند اقیانوس است در کره زمین؟ 4. یخبسته شمالی، آرام، اتلانتیک و هند. یعنی اقیانوس هند اقیانوس خردترین است. بندش هر 4 شما. من جواب رو قبول کردم. خردترین اقیانوس عالم این اقیانوس یخبسته شمالی است، نه هند. سوال با سفر بک. سوال از فنی بیولوژی است. در حجره انسان چند جفت خروموسوم ها موجود است؟ 20 ثانیه وقت. اگر دانید در حجره انسان 22 جفت خروموسوم یعنی که 44 خروموسوم موجود است. من جواب شما رو قبول کردم چون شما وقت استفاده نبردید، ولی شهلا هم فکر دارند. مرمت 46 خروموسوم موجود است. چند جفت می شود؟ 23 تا مردانه و 23 تا زنانه. مرمت من شهلا رو یک زینه به پیش دعوت میکنم. سفر بک سراسیمه شده 22 نه بلکه 23 است. و سوال با ظفر. شما گفتید که ورزش رو دوست می‌دارید، فوتبال رو. لیکن سوال ما از دیگر نوع ورزش است. ظفر کدام نوع ورزش رو ملکه ورزش می‌نامند؟ 20 ثانیه وقت. سوال خیلی آسان است. کدام نوع ورزش رو ملکه ورزش می‌نامند؟ وقت به انجام رسید. خوب ظفر برای شما ملکه ورزش کدام نوع ورزش باشد؟ فوتبال نیست. بسکتبال باشد. شما وریانت پیشنهاد کی میگوید؟ مرا سفر بک. شاید همین شاهمات باشد. ملکه ورزش ها؟ بله. شاید این وریانت نداره شما؟ دارم. بسکتبال. ورزشی که آنها ملکه ورزش مینامند این نام دارد ورزشی سبک یا اتلتیکا. این رو ملکه ورزش میگویند. این سوال خیلی آسان هستند. ما میگذاریم باز با شاهدین. در زبان کلمه های کهنه رو چی مینامند؟ 20 ثانیه وقت. کلمه کهنه. کلمه های نو است، کلمه کهنه است. اگر که خوانده باشید هست میخواد. بله. مرحمت وقت به انجام رسید. چی مینامند؟ کلمه کهنه. این اصطلاح هست. سفر بک کلمه های اقتباسی. کلمه کهنه و اقتباسی دیگر چی است؟ از دیگر زبان ها با زبان اقتباسی است، ولی کلمه کهنه شده در داخل زبان کلمه کهنه شده هستند که آنها رو الکی یا کم استفاده میبرن یا عموما استفاده نمیبرن. شدین؟ ظفر کلمه های کهنه شده رو ارخائیسم ها مینامند. و باز
سوال با شهلا. ما با شهلا در این دب سوال پیشنهاد میکنم که وریانت داره. سوال چنین است شهلا. من 4 وادی تاجیکستان رو نمبر میکنم. وادی حصار، وادی زرافشان، میدونید در کجا هستن؟ از روی جغرافیای تاجیکستان. وادی وخش و وادی رشت. وادی حصار، وادی زرافشان، وادی وخش و وادی رشت. سوال چنین است: کدام از این وادی های تاجیکستان نسبتاً سربارش است؟ حصار، زرافشان، وخش، رشت. 30 ثانیه وقت. یعنی از میان این 4 وادی که هست، وادی حصار، وادی زرافشان، وادی وخش و وادی رشت، یک وادی نسبتاً سربارشتر است. یعنی اونجا بارشات، برف، باران زیاد میبارند نسبت به دیگر وادی ها. این کدام باشد؟ حصار، زرافشان، وخش، رشت. وادی نسبتاً سربارشتری تاجیکستان: حصار، زرافشان، وخش، رشت. و وقت شما به انجام رسید. مرحمت. وادی حصار. وادی حصار، زرافشان و وخش و رشت نه. حصار. جواب درست است. من شما رو به دور دیگر دعوت میکنم و باز میگذاریم به سوال های قسمتی دوم. با سفربک. سفربک، سوال به شما. سوال از فنی گویم متماتیکا. در 1 متر کوبی چند لیتر آب موجود است؟ وقت رفت. در 1 متر کوبی. متر کوبی رو حساب کرده نه مثلا؟ مرحمت. در 1 متر کوبی 1000 ممکن باشه. 1000 لیتر. 1000 لیتر بله. مرحمت. جواب درست است. ما شما رو به دور دیگر دعوت میکنم و میگذاریم به ظفر. مدتی پرواز کدام پرنده همگی تا 13-14 ثانیه دوام میکند؟ 20 ثانیه وقت. از میان همین پرندگان مدت پرواز یک پرنده خیلی زیاد هستند، ولی مدت پرواز یک پرنده همگی 13-14 ثانیه است. از این زیاد پریده نمیتواند. کدام باشد؟ شاید مرغ باشد. مرغی؟ کدام مرغ؟ مرغ مرجان. مرغ مرجان. مرغ ها زیاد هستند. فراشترک هم مرغ است، کلیبری هم مرغ است، شترمرغ هم مرغ است. کدام مرغ؟ مرغی؟ مرغ خانگی. مرغ خانگی. مرحمت. ما شما رو دعوت میکنم به پیش و میگذاریم به شاهدین. شاهدین، سوال به شما. کلمه هایی که از 2 و زیاده ریشه ساخته شده اند چی نام دارند از زبان؟ 20 ثانیه وقت. کلمه هایی که از 2 و 3 و زیاده ریشه ساخته شده اند چی نام دارند؟ سوال خیلی آسان است. این از صنف‌های پایانی است این سوال برای شما و وقت به انجام رسید. مرحمت. کلمه هایی شما دارم. این سوال همه اشتراکچون میدونن. شما هم کنید از یک غیرت کنید. کلمه هایی که از 2 و زیاده ریشه ساخته شدن شاید این چی نام دارن؟ مثلا سرتراش خانه چند ریشه دارد؟ سر تراش خانه 3 ریشه. چی نام دارن این کلمه ها؟ همچون اصطلاح نیست. کلمه های مرکب. ما میگذاریم به شهلا. سوال چنین است. با شما ما 40 ثانیه هم میدهیم برای فکر کردن. آن چیست که شهلا هم در کلمه، هم در رستنی و هم در برابری اریتمتیکی وام خورد؟ 40 ثانیه وقت. ریشه باشد. جواب درست است. من شما را دعوت میکنم به دوره آخرین. با همین ما
سوالگزاری رو قطع میکنیم. فقط تنها با یک سوال که در دور اخیر است به شهلا پیشنهاد میکنیم و اگر شهلا تواند که به سوال آخری ما جواب درست گرداند، پس ما شهلا رو همچون هوسمندی دعوت میکنیم به یکی از کورس‌های تعلیمی مرکز آموزشی قلم. یک کورسی رایگان در دوام 3 یا 4 ماه تحصیل میکنید، ولی اگر به سوال ما جواب گردانید. شهلا پخته رو میدونید؟ دیدگی هستید. مثلا در تاجیکستان هم پخته رو پرورش میکنند، استحصال میکنند و از پخته محصولات زیاد استحصال میکنند. یعنی نخی پخته رو، هم حاصل پخته رو گویم، نخی پخته رو سالون طولانی است که مردم برای احتیاجات استفاده میبرند. لیکن شما گویید که همین نخی تنوک ابریشمی به خودی رستنی برای چه خدمت میکند؟ 1 دقیقه وقت. یعنی همین نخی پخته معلوم است که برای آدمان ضرور است. لباس تیار میکنند، دیگر محصولات تیار میکنند، ولی برای خودی پخته همین نخ برای چی در کار است؟ برای خودی رستنی. شما وقت دارید، حالا قریب زیاده از 40 ثانیه وقت دارید، میتوانید که فکر کنید. نخی پخته برای خودی پخته برای چی خدمت میکنند؟ برای غذا گرفتن، برای شما وقت دارید، اگر خواهید من وقت رو قطع میکنم شما جواب گردانید. ولی اگر آماده باشید مرحمت. وقت به انجام رسید. شهلا نخی پخته ما گفتیم که معلوم است که در 3 سالات برای احتیاجات آدمان خیلی در کار است. از این رو در کشورهای زیاد از در تاجیکستان پخته پرورش میکنند. یعنی نخی پخته یکی از محصولات ضروری است برای آدمان. ولی نخی پخته به خودی رستنی برای چی خدمت میکند؟ سوال چنین بود. برای غذا گرفتن؟ برای غذا گرفتن. بله. برای حاصل را خوب داد. برای حاصل خوب دادن. برای آخرین شما غذا گفتید، نشأ و نما گفتید، حاصل گفتید، کدامش؟ برای حاصل خوب دادن. برای حاصل خوب دادن. یک نخی پخته در کار است. یگان کس یگان فکر دارد از اشتراکچیان برای چی در کار است؟ به فکر شما نخی پخته برای خودی پخته برای چی خدمت میکنه؟ برای نشأ و نما. برای نشأ و نما. هر یک رستنی مثلا یا گل دارد یا اینکه میوه خودش رو دارد، چی درخت گوییم چی رستنی، شاید همین نخی پخته به همین رستنی به همین پخته گوییم همون میوه، یعنی که همون گل همون باشد و یعنی که اگر این یگان میوه یا اینکه گل نداشته باشد این رستنی یعنی که نمیتواند مثلا یگان فایدهش نیز به مردم نمیرسد و این خودش نیز یعنی که یک چیزی در کار می شود. این یعنی که برای همین میوه و همون گلی همون. من درباره دانش نمیگویم، درباره نخی پخته میگویم که برای چی در کار است. نخی پخته برای خودی پخته برای اون در کار است که وقتی که شمال شد نخ را شمال گرفته به دیگر جا میبرد و در دیگر جا تخم آن سبز است و همین گونه حاصل پخته بعد حاصل پخته زیاد شود. من جواب مکمل نگرفتم، ولی به هر صورت شهلا شما تا به دور نهایی آمدید. ما فقط امکان میدهیم که شما در یک از برنامه‌های ما اشتراک کنید، ولی تحفه ما باز برای برنامه آینده میماند. یعنی نفری که با سوال آخرین ما جواب درست میگرداند امکان دارد که صاحب راحت شود و در یک از مشغولیت‌های یا کورس‌های تعلیمی مرکز آموزشی قلم شرکت ورزد. سوال‌های جالبی دارید و می‌خواهید آنها رو به اشتراکچیان نمایشی پیشنهاد کنید، پس این امکانیت را از دست ندهید. سوال خود را با جواب درست و نشان دادن منبع از آن گرفته اید به نشانی شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان روان نمایید. نفران فعال حتما قدردانی می‌شوند. تلفن برای تماس 221 95 24. شاهدین شما از نمایش شما چی گرفته؟ شما خیلی دست پا خورده شد به نظرم، یا یکم بار
آمدید برای این بود؟ نه، من دست و پا خوردن نشدم و چیزی را که از این برنامه نمیدونستم یاد گرفتم و خب از راه دور آمدید از ناحیه بخش ما بسیار سپاس میکنیم. به خود یگان چی گرفتید از نمایش ما؟ بله. تشکر زیاد. ظفر شما چی؟ بله، سوال هایی که نمیدونستیم از خود کردیم. بعد میخواهیم برنامه ها بسیار هستن، اشتراک ورزیم، سویه دانش خود رو سنجیم. عموما شما برنامه ما رو تماشا میکنید به پیش بله رو. بله. تشکر. سفربک سوال‌ها بسیار عادی بودند، اما من کم سراسیمه شدم در همون سوالی که مثلا در حجره آدم چند خروموسوم این را من میدونستم، اما کم سراسیمه شدم. از همین سبب جواب درست را گفته نتوانستم. ولی من یعنی که رو افتاده نیستم، خفه نیستم، چون که باز حرکت میکنم در پیش، یعنی که همین کمبودی خودم رو اصلاح نمایم. مرحمت شالا شما چی فکر دارید؟ من مینداری خودم را به تلویزیون کودکان نورستان بهارستان میرسونم که برای ما جوانان چنین برنامه ها را پیشکش مینمایند. من خیلی خرسندم که در این آزمون شرکت ورزیدم و تا دور نیم نهایی رسیدم. من رو افتاده نیستم، در دور نگر نیز کوشش میکنم که باز خوبتر و جدیتر تیار شوم. خوب، تشکر. ما به هر چهار شما بسیار سپاس میکنیم، زیرا از راههای دور اومدید از ناحیه وقت شهر ترسون زاده، خوب شالا شهر دوشنبه. ما با واسطه شما باز چند سوال به بینندگان پیشنهاد کردیم. اصلا نمایش ما باز تکرار میکنیم و غالب مغلوب ندارد و تنها فقط امکان است که برای یک نفر که تواند که جهتی من بعد تکمیل دادن شاید زبان آموزی، شاید دیگر فنها با او یک کمک شود. میخواهید در نمایش ما شرکت ورزیده دانش و جهانبینی خود را سنجید؟ پس شتابید. نشان ایمو شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان. نمایشی با پیش. تلفن برای تماس 221 95 24. با همین شماره نوبتی نمایش به انجام میرسد. ما باور داریم که شما نیز از این نمایش ما یک بهره گرفتید، شاید به سوالهای ما جواب گرداندید و هر نفر میخواد در نمایش ما شرکت ورزد. شرکت آزاد است، هر نفر به خود باور دارد میتواند شرکت ورزد و شماره نوبتی ما به انجام میرسد. تا بازدید.